15 سپتامبر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در شهر دوحه پایتخت دولت قطر در جلسه غیرنوبتی سران کشورهای عربی و اعضای سازمان همکاری اسلامی اشتراک و سخنرانی نمودند. نخست رهبر دولت ما از حمله نظامی به دولت قطر که روز 9 سپتامبر رخ داد اظهار تأسف نموده این عملکرد را تجاوز به صاحب استقلالی و تمامیت ارضی کشوری به ما برادر نامیدند. ما بار دیگر این عمل تجاوزکارانه را که پایمالکنی دغلانه و آشکارای حقوق بین المللی و اصولهای بنیادی آیین‌نامه سازمان ملل متحد می باشد قاطعانه محکوم میکنیم. ابراز داشتند پرزیدنت کشور ما محترم امامعلی رحمان. سرور دولت ما ضمن سخنرانی رویداد و تمایل‌های نگران کننده در منطقه خاور میانه را که به امنیت بین المللی تهدید جدی دارند تحلیل نموده توجه سران دولت‌ها و دیگر اشتراکداران جلسه را به دریافت راه‌های حل این مشکلات جلب کردند. باعث تأسف شدید است که در طول 2 سال اخیر جامعه جهانی شاهد وضع فاجعه‌بار انسانی در نوار غزه است و هنوز هم آرمان‌های مردم فلسطین موضوع مبرم روزنامه بین المللی باقی ماندند. اظهار داشتند رهبر دولت محترم امامعلی رحمان. تأکید گردید که همه گونه عملکردهای خشونت‌آمیز در منطقه امروز باعث افزایش تشنج و سرزدن اختلافات نو می‌گردند و آنها بخصوص بر روند مذاکرات و مکالمه جهتی رسیدن به صلح و ثبات پایدار در منطقه مانع ایجاد می‌کنند. محترم امامعلی رحمان در شرایط مرکب و پیچیده گیوسیاسی منطقه و جهان تحکیم همبستگی بیش از پیش امت مسلمان را ضرور شمردند. گفته شد که بدون همکاری ثمره‌بخش و سودمند جانب‌ها در ساحه‌های تجارت و اقتصاد، سرمایه‌گذاری و فناوری‌های پیشرفته دستیابی به هدف‌های عالی سازمان غیر امکان است. سرور دولت ما محترم امامعلی رحمان رشد باثبات اقتصادی و اجتماعی کشورهای اعضای سازمان همکاری اسلامی را کفالت با اعتماد تأمین امنیت و ثبات و نیکواحوالی امت مسلمان ارزیابی نمودند. در ادامه تأکید گردید که امروز امت مسلمان روبروی خطرهای فاجعه‌بار تروریسم، افراطگرایی و دیگر تهدیدها به تمدن بشری قرار دارد. برخورد یگانه و رویکرد مشترک کشورهای سازمان همکاری اسلامی در مبارزه با این عامل‌های خطرزا تقاضای زمان نامیده شد. پرزیدنت کشور ما محترم امامعلی رحمان از سهم نهایت بزرگ متفکران و نابغه‌های گذشته ما در تشکلیابی تمدن بشری بخصوص فرهنگ صلح‌آفرین و همزیستی مسالمت‌آمیز یادآور شده ضرور شمردند که با تکیه به این میراث پرقناوت مشترک باید مفکوره جامعه‌های خود را من بعد هم در روحیه ارزش‌های نیک و سازنده تکمیل داده به جهانیان همبستگی امت مسلمان را نشان دهیم. در فراورد سخن پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان اظهار امید نمودند که جلسه امروزه ما به تقویت اتحاد و همبستگی در مقابل خوف و خطرهای زمان معاصر و پیشگیری از همه گونه پایمالسازی قانون‌های پذیرفته شده بین المللی تأثیرگذار خواهد بود.